عیسی پر روح القدس ام منطقه روخونه اردن ورگشت و روح او امی بیابو هدایت بکرد. اونجو شیطون 40 روز او وسوسه کرد. عیسی می روزا چین نخورد و آخر اون مدت گسنش بیست. و شیطون به او گفت هر کوک خدایی به ای سنگو نون بوا. عیسی جواب داد می کتابا مقدس نوشته بیسته که انسان تینا به نون زنده نی. وسو شیطون و به جا بلندی برد و کل حکومتا دنیا نمی یه آن به اون نشود و گفت ما کل اقتدار و کل شکوه هانونه به تا ببخشام. سیان که به ما سپرده بیسته و مختارم وانه به هر که خواسته بوام دهام. ارتینا مانه پرستی همه هنو سیتا ببوین. عیسی جواب داد می کتابا مقدس نوشته بیسته خداوند خدای خود پرست و تینا او خدمت کن. اوسو ابلیس او به شهر اورشلیم برد و سر بلندی معبد وند و گفت هر کوک خدایی خود اینجو بزیر. سیان که می کتابا مقدس نوشته بیسته درباره تا به ملاکونم فرمو بدهم تا اتم محافظت کنن و هنو تا نسر دستاشونه گرن مبادا پات به سنگی خوره. عیسی جواب دامه کتابا مقدس گفته بیسته خداوند خدا خود امتحان مکن. وقتی شیطون کل ای وسوسانه به آخر رسونید او تا ره دیگه ترک